روزی که صدام حسین رئیس جمهور عراق تو 31 شهریور 1359 دستور حمله به ایران رو داد، هیچ وقت فکرشو نمی‌کرد که فقط 5 سال بعد از این که واسه پابوسی شاهنشاه آریامهر محمدرضا شاه پهلوی تو سال 1354 به ایران سفر کرده بود، جرأت کنه که این بار به سمت ایران لشکرکشی کنه. اشتباهی که یک بار دیگه هم اون رو مرتکب شده بود و تو دهنی محکمی از شاه ایران خورده بود، البته تو کمتر از 24 ساعت با نیروی هوایی شاهنشاهی. درود به شما دوستان عزیز، به یک ویدیوی جذاب و دیدنی دیگه از کانال آوای ایران خیلی خوش اومدید. از اینکه این ویدیو رو واسه تماشا انتخاب کردید صمیمانه ازتون سپاسگزارم. لطفاً با لایک و کامنت و سابسکرایب از ما و این کانال حمایت کنید که باعث دلگرمیه. تو سالروز حمله عراق به ایران به دستور صدام حسین رئیس جمهور دیکتاتور این کشور که باعث شد کشورمون 8 سال درگیر جنگ نابرابری بشه که کلی صدمه به زیر ساختامون بسون و کلی از جوانای غیور کشورمون رو توش از دست دادیم، ویدیویی براتون آماده کردیم از روزی که صدام حسین واسه پابوسی شاه به ایران اومد. البته بعد از تو دهنی محکمی که از شاهنشاه ایران خورد و متوجه شد که در حد و اندازه‌ای نیست که بخواد واسه ایران تهدید جدی باشه. همین اشتباه صدام باعث شد که شرق اروندرود و 88 کیلومتر مربع از خاک عراق به ایران ضمیمه بشه. صدام حسین بعد از این ماجرا تا زمان سقوط حکومت پهلوی تو ایران هیچ وقت به خودش اجازه نداد که این اشتباه رو تکرار کنه و حتی تو سال 1354 هم به ایران سفر کرد و ارادت خودش رو به پادشاهی ایران نشون داد و در ادامه هم حتی به زیارت امام رضا توی مشهد هم رفت. ولی وقتی که توی ایران انقلابی اتفاق افتاد و دید که ارتش و نیروهای نظامی ایران به شدت تضعیف شدن، به خودش اجازه داد که به خاک ایران تجاوز کنه. بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم، فقط قبل از دیدن این ویدیو ازتون تقاضا دارم با لایک کردن و کامنت گذاشتن زیر این ویدیو به ما کمک کنید که این تصاویر به افراد بیشتری نمایش داده بشه. بریم با همین ویدیو جذاب رو ببینیم و لذت ببریم. خانه ایران از جمله رود کارون را در کام خود فرو می کشد و سرانجام در آغوش خلیج فارس جای می گیرد. اروند واژه اصیل ایرانی است که در اوستا کهن‌ترین نوشته ایرانیان باستان به صورت اروند به کار رفته و معنای آن تند و تیز و پهلوان و دلیر و اسب است و از آنجا که آبهای این رود خروشان است و به تندی حرکت می کند آن را اروند رود نامیدند. این واژه که هم ریشه هایی در زبانهای دیگر آریایی نیز دارد، در فارسی به صورت اروند برای رودخانه‌ای در مغرب کشور و الوند یا اروند برای کوهی در نزدیکی همدان به کار رفته است. در زبان پهلوی نیز همین نام برای این رودخانه به کار برده شده است. فردوسی بزرگ در شاهنامه جاودانی خود بارها از اروند رود یاد کرده است. نام کهن دیگری که برای این رود بزرگ میشناسیم بهمن اردشیر یا بهمنشیر است. گرچه اکنون بهمنشیر نام شاخه‌ای از کارون است، ولی در نوشته‌های کهن عربی آن را نام بخشی از دجله از آنجا که فرات بدان میپیوندد برشمردند.
شط العرب برخلاف اروند و بهمنشیر نام کهنی نیست و تا قرن 8 هجری این نام شهرتی نداشته است. از آن هنگام که زمزمه های ناهنجار پیرامون سلب حقوق حقه ایران در اروند رود به گوش رسید، دولت ایران رسما اعلام نمود که قرارداد 1316 شط العرب که اصول آن هیچگاه مورد رعایت و احترام عراق قرار نگرفته است بی ارزش تلقی می شود و برای ایران بیش از این صبر و شکیبایی و مشاهده تضییع حقوق مسلم ملی مقدور و میسر نیست. به دنبال این تصمیم که در سراسر کشور مورد تایید قاطبه مردم ایران قرار گرفت، راهنمایان ایرانی آماده شدند تا کشتی‌های تجارتی را که به کرانه‌های ایران می‌آیند راهنمایی کنند. دریایی شاهنشاهی در این موقعیت حساس بر مراقبت می افزاید. ناوهای بزرگ و ناوچه‌های این نیرو کشتی‌های بزرگ تجارتی را در حالی که پرچم ایران بر فراز آنها برافراشته است اسکورت می‌کنند و به همراه راهنمایان ایرانی به بندر راهنما می‌شوند. نیروی هوایی شاهنشاهی نیز مترصد است تا اگر ضرورت پیش آید همگام و هماهنگ نیروهای دیگر از حق مسلم ملی دفاع کند. هنگام آن است که بار دیگر همگان بدانند در پهن‌دشت کشور ایران مردمی زندگی می کنند که از نعمت آرامش و آسایش برخوردارند و کامیابی و نیکبختی ارزنده‌ای را که با انقلاب سفید به دست آورده و می آورند در سرتاسر سرزمین پهناور خویش با جان و دل حفظ می کنند و در راه سرافرازی و پایندگی میهن گرامی در برابر هر نیروی اهریمنی به دفاع برمیخیزند.